جراحی چجوری ممکنه درست بشه. به پارگی دیسک همونطور که ملاحظه میکنید دیسک بیرون میزنه و مطالعاتی که انجام دادن با MRI نشون دادن که تو همین تصویرم مشاهده میکنید دیسک پاره شده میتونه ترمیم بشه. بله، پارگی دیسک قابل ترمیم هست. اگه دیسک رو نگاه کنید یه لایه بیرونی داره که از فیبره، یه لایه درونی داره که ژلاتینیه. این لایه ژلاتینی وقتی دیسک پاره میشه فشار میاره روی عصب و برای ما مهم این است که عصب رو نجات بدیم و زمانی که کارهای غیر جراحی رو ما انجام میدیم یا حتی جراحی، هدف ما نجات عصبه. با درمانهای غیر جراحی و مطالعات MRI نشون داده شده که 90% دیسک ها بدون جراحی درمان میشن و دیسک پاره شده ترمیم میشه. همونطور که مشاهده میکنید این دیسک وقتی بیرون میزنه رو عصب داره فشار میاره و وقتی ما بتونیم دیسک رو بارات اول برگردونیم عصب رو نجات دادیم و مشکل رو حل کردیم. ببینید که کارهای روزمره چقدر به دیسک فشار میاد. این الان یه دیسک پاره شده است که بعد از مدت MRI نشون میده که کاملا ترمیم شده و عصب رو ما تونستیم نجات بدیم.